نفر به اعماق زمین. خبری خسته نباشی. سلام، اینجا غار کهک دلیجانه. بریم چه خبر؟ خیلی تعریفش شنیدم. ان شاء الله بفهمید به سلامتی. آواری گذاشته بالا؟ البته داخل هم چقدر هم نوشتن اینا متاسفانه تاریخاشون هم خب میبینید دیگه سال 1334 کار خیلی ناپسندیه. خب قدیم فرهنگ نبود، اطلاع رسانی نشده بود، هر کس میومد یک دیوار نوشته‌ای مینوشت. غار کهک دلیجان. اون بالا هم خفاشه. لونه خفاشون جلو هست که رو هم دیگه متمرکز هست. به شما صورت تکی دارید می‌بینید. سلام خدمت شما و همکاران عزیز، بینندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که اینجا که در خدمتتون هستیم غار کهک دلیجان یا حالا غار سنی که ثبت شده ملیش هستش. این غار خب از غارهایی هست که سکونتگاه انسان بوده و قدمت خیلی زیادی داره و یکی از جاذبه‌های شاخص در بین غارهای ایران و جاذبه‌های طبیعی هستش. به سبب اینکه دو تا خاصیت منحصر به فرد تو این غار هست. یکی بلندترین ستون آهکی غار ایران که بیش از 14 متر است که سالیان خیلی دراز زمان برده تا این غار به وجود بیاد و این ستون 14 متری. و خدمتتون عرض کنم که بحث دیگه‌ای که هستش، همونطور که حالا شاید تو این قندیلا خیلی دیده نشه ولی جلوتر می‌بینیم، به خاطر وجود مواد معدنی و به ویژه آهن و اکسید شدن اون با آب و آهک، رنگ سرخ رنگ این قندیل ها و ستون ها هستش داخل غار که جذابیت خیلی خاصی رو داره. این غار خدمتتون عرض کنم در سال 1400 با پیگیری‌هایی که انجام شد توسط محیط زیست استان مرکزی و دهیاری درگذاری شد. از سال 1401 به صورت محدود برای افراد طبیعتگر و غارنورد با شرایط خاص و لباس مخصوص و ایمنی خاص و وجود راهنما که خود دهیاری هستش الزامیه بازدید میشه. و خدمتتون عرض کنم که انجام این کار که بر مسدود کردن در و درگذاری این بود که یکی این بحث نوشته هایی که داخل خود غار می‌بینید، بحث خطراتی که برای افرادی که به صورت بی‌ضابطه وارد غار میشن و خسارت های خیلی زیادی که به خیلی از قندیل ها داخل غار زده شده بود و خیلی از قندیل ها رو شکستن که حالا ان شاءالله در ادامه توضیحات خاص رو خدمتتون ارائه میدم. بفرمایید که بفرمایید. خواهش می‌کنم. دوستان فقط توی مسیر پشت سر من استاد یه چراغ به شما بدم. زمستون هوای یه لحظه کمک کنید اینو بگیرید این ثابت بشه دیگه. دما اینجا دماش ثابت دما ثابت میشه. اینجا رسون تاسون برقه. خب دست عالی. یعنی ما زمستون هم بیایم با همین دمو باشه. زمین چه بگیم کنیم؟ این قسمت‌های ورودی رو که مشاهده می‌کنید خب قسمت‌هایی هستش که بیشتر خشک هستش، چرا که توی 6 ماه اول سال به خاطر حالا خشکسالی و کمبود بارش‌ها قسمت‌های دهان ورودی بیشتر خشک میشه، ولی خب توی 6 ماه دوم مخصوصا زمستان با بارندگی و برف که حالا حالت هوای بیرون سرد میشه و داخل گرم‌تر هست، اون رطوبت هوا دهانه غار مخصوصا از همون ورودی و این قسمت‌ها بیشتر میشه و غار معمولا توی نیمه دوم بیشتر در جریان ساخت حالا ترمیم میره. ولی خب قسمت‌های تالار نیمه دومش الان آب هستش و زنده هستش.
تالارهای فعلی دیگه هم که هستش از این مسیر میره. مسیر سختیه ولی خب خیلی قشنگه، مثلا اینم خودش قشنگه. ولی خب ما اینجا رو برای بازیکن‌های عمومی که میان نمیرم، من اینکه دیگه خیلی بچه‌های فنی دنبال می‌کنم. اونم مثلا تاریخ 1/1/33 باشگاه تهران 1/1/1333 اول عید اومده بود اینجا. اینجا هم 7/6/65. چون اینجا دمای اینجا آفتاب هم نمیخوره، این رنگا انگار همشون نو و جدید هستش. حالا بریم جلو هم مثلا میبینید بعضی جاها دیگه به خاطر خاک و مرمت شدن غار دوره روی اینا یه لایه گرفتن. حالا نو بافت‌ها شاید نزدیک می‌کنیم قشنگه، ولی خب میریم جایی که اصلا زنده است خیلی تصاویر خاص ببینیم. قندیلایی هم که می‌بینید نوک اینا هوا تیز به سمت پایین باشه که ولی متاسفانه شکسته شده. از اینجا دیگه تقریبا نیمه دوم تالار ستونا تالارا شروع میشه. رطوبت غار از اینجا خیلی بیشتر شه، یعنی شما اگه الان زمینم نگاه کنید همه جا خیسه و قندیلای خیلی زیادی از اینجا به بعد هستش و سرخ بودن قندیلا حالا الان نوری که دوستان میندازه مشخصه، ولی میریم از نزدیک قشنگ اینا رو می‌بینیم. قندیلا دیگه این همون قندیل 14 متری است، ولی الان از این و شما ارتفاع رو نمیتونید ببینید چون ارتفاعش باید از اون سمتش بریم ببینیم و از پاش راحت میرسیم به پایین خود. اینجا هم حالا قسمتایی که سفید رنگه و یکی از جذابیت‌های خیلی خاصی که تو این غار هستش این هلکتریدایی هست که به خاطر جریان آب برعکس جاذبه زمین تشکیل شدن. نکنید یعنی قندیل به سمت بالا تشکیل شده. جالبه. چپ و راست تشکیل شده. چرا علتش چیه؟ به خاطر جریان هوا هستش که اون زمانی که این داشته تشکیل شده برعکس، مثلا نکن الان اونجا اون چکیدهایی که اونجا داره تشکیل شده به سمت پایین هست، سرازیره. ببینید حالا اگر بتونید زوم کنید تو تصویر، ولی حالا میریم جلو ما اصلا نزدیک میبینیم دقیقاً به این قسمت ها میگن هلکترید، یعنی زمانی که جریان هوا باعث میشه که جو زمین یا حالا اون جاذبه زمین نتونه تاثیر خودش رو داشته باشه که این به سمت پایین شکل بگیره. این غار یکی از غارهای پرپرتگاه هم هستش، جزء غارهای پرپرتگاه که الان همینجا میگید که وایسین تقریبا یه چیزی هولوش 12 متر ما اینجا پرتگاه داریم که الان هستش. و خواهیم تا کنیم. نوری که الان اتفاق تو این سالهای اخیر که اصلا نبوده، ولی 30 سال گذشته خانم خدیجه شیری که حالا اومده بودن رفتن تو قسمت فنی دوم و اثر اینکه حالا ایمنی و لازمه نداشتن سرش میخوره به یه قندیلی میفته. حالا بیشتر من از حالا شاید ترس شده، دانشجوی رشته مامایی از قم بوده، اون تو تالار دوم فوت شده. یکی از قسمتایی که خیلی حالا توجه مثلا خیلی از بازیکن‌ها جلب می‌کنه این قسمته که قبلا این قندیل ها به سمت بالا در حال رشد بودن، یعنی همه این 4 تا قندیل رو می‌بینید، ولی با توجه به اینجا دقیقاً زیر دهانه غار هست به خاطر تغییرات تو جو آب و هوایی که ایجاد شده، این آبایی که میان به صورت اسیدی هست داره اینا خورده میشه، این قندیلا به سمت پایین داره میره دوباره. چه میره بالاتر بزرگتر میشه. چه ببینی قسمت هایی هست که ترمیم شده، یعنی دقیقاً شما اگه این خط رو نگاه کنید ادامه بدیم بیایم و از اینجا رد بشه خطایی هست که ترک‌هایی که ایجاد شده اینا دوره ترمیم شده. این یعنی که غار زنده است و در حال رشد. حالا میریم جلوتر یه قسمتی که اصلا داره آب رشد میکنه، حتی همینجا نکنه الان خود قطره آب داره میریزه روش. بعد زمانی که بارندگی میشه این مقدار آب داخل غار خیلی دقیقاً ما الان بالا سرمون اون قسمت سیاه رنگو که می‌بینید بالای دهانه غاره، یعنی الان ما به صورت پیچ اومدیم، ما از بالا لیزر من افتاد پایین دقیقاً از اینجا برش داشتیم. خدمتتون هستم که قسمت حالا خیلی نزدیک‌تر هم می‌خوایم ببینید قسمتایی هست که دقیقاً آب جریان داره و قسمت‌های جدید رنگ‌های سفید رنگو دارید می‌بینید که در حال رشد هستش و این شکل‌های خیلی زیبای پرده‌ای حالا که نور توش منعکس میشه زیبایی خاصه. حالا خب متأسفانه نوک این قندیلا قبلا که حالا غار باز بوده شکستن، الکتریدایی که اینجا شکل گرفته به سمت بالا هستن، یعنی شما شکل‌ها رو نگاه همه برعکس جاذبه زمین شکل گرفتن به خاطر اون جو هوایی. اون بالا هم زوم کنین تنوع رنگی که داخل این قندیل‌ها هستش و شکل‌های متفاوتی که ایجاد شده، قندیلایی که از سرخ آویزونن و مقابل رو نمیدونم اگه قشنگ بتونیم ببینیم
یکی از پرده‌های خیلی قشنگ اون بالا است که رنگ‌های مختلف رو تو خودش جا داده و شکل خیلی پرده‌ای شکل صاف هستش. بعد قندیله که دوره میاد سرازی و آویزونن. ارتفاعی که اینجا هستیم تقریبا الان تا اون پایین غار تقریبا اولوش 25 متر ارتفاع اون کف هستش که الان داریم می‌بینیم. این برم ستون 14 متری رو داریم که حالا میریم از پای خودمون عکس میگیریم و جایی که دیگه چکیده و چکنده به هم رسیده، یعنی از بالا پایین قندیل بالا که از سمت سقف آویزونه به اون قندیلی که از سمت پایین هست به هم دیگه رسیدن و اون ته اگر حالا توی دوربین دیده بشه مجموعه گنجینه قندیل هست که حالا یه قسمتی هم هست توی ارتفاع 10 متری برکه آب داریم اونجا. اون قسمت سیاه رنگی که می‌بینید یه برکه آب هستش که توی ارتفاع 10 متری غار تو سقف غار آب هستش. حالا بریم ادامه بقیه‌اش هم. که اکسید شده و حالا اینجا به مرور زمان روی این دیواره نشسته و قشنگ مشخصه که رنگ اینجا رو متفاوت کرده و اگه بالاتر هرچی بریم این غلظتمون بیشتر میشه و رنگش تیره‌تر است. اینجا هم قطره‌های آبی که این چکیده ها مشخصه که خیلی خوب. زیرم بگیرین خیلی حالت نباتی شکل و قار نهشته خیلی زیبایی هستش. رنگ‌های اکریلی توش هست. حالا دارم دوربین اجازه فکر نمی‌کنم بده اینا رو شما ببینید. این قسمت هم که می‌بینیم قار نهشته‌های خیلی ظریف و ریز رنگ ظریف هستن که خیلی رنگ‌های خاص و قشنگی داره که تنوع رنگی رو ما اینجا توی این قار نهشته‌ها داریم می‌بینیم که رنگ‌های سفید صورتی، رنگ‌های کالباسی، نمی‌دونم قهوه‌ای، قرمز، زرد، همه رنگ‌های متنوع رو اینجا داریم که حتی یه سریش حالا بگم ما به اسم رنگ هم شاید نتونیم بشناسیم ولی خب خیلی ظرافت خاصی داره. خب یکی از موارد اصولی که توی بحث غارها هستش اینه که اصلا ما هنگام بازدید از غار باید به دیوارهای غار دست نزنیم. به خاطر همین است که ما فقط توی مسیرهای خیلی خاصی عبور میکنیم تا کمترین آسیب رو بتونیم به خود غار داشته باشیم. این هم دور شکلش فرق میکنه. بلندتر. مثل مرجان دریایی دقیقا. آقا این لونه خفاش چیه داستانش؟ خدمت شما عرض کنم که لونه خفاش یه چیزی هست که به صورت کاذب در بین افراد یه سری رواج پیدا کرد که خب آسیب‌های خیلی زیادی هم به غارها زد چون غارها محل زندگی خفاش‌ها هستن دیگه. افرادی وارد غارها میشن، نمونه‌ش هم الان اینجا تو همین بسته چوبایی که اینجا ریخته و حتی با بسته پلاستیک هم بس شدن داریم می‌بینی که افرادی میومدن جاهایی که خفاش‌ها به صورت متمرکز در حال زندگی بودن و حتی فصل خواب اونا که نبود اصلا وارد غار بشیم و آسیب بزنیم و سر صدا بکنیم، اینا رو به قول ما پراکنده میگن که ذهنیت این بود که یه لونه‌ای اونجا یا کلونی هستش که خفاش‌ها رو اون متمرکز هستن. ولی این چیز اصلا صحت نداره و صرفاً فقط یه شایعه‌ای بیش نبود که خیلی از افراد با همین شایعه ورود به غارها کردن و خیلی از غارها امثال غار کهک رو حالا مورد آسیب قرار دادن که ما اقداماتی که اینجا انجام دادیم یکیش بحث همین حفاظت غار بود که موجودات زندگی که داخل غار هستن حداقل حفظشن، سوای آن که قندیل‌ها همونطور که تو تصاویر عکس‌ها دیدید مثلا نوشته‌های بود قندیل‌هایی رو شکستن. خب بلندترین ستون آهکی غار ایران اینجا می‌بینیم اگه تصویر اجازه بده پیدا باشه.
خب بریم جلوتر می‌بینید که چقدر نوشته‌هایی که روی این هستش. پس لونه خفاش اصلا وجود خارجی نداره؟ نه چنین چیزی اصلا نداریم ما. یعنی این چیزی اصلا نه اینکه نظر 100% قارنوردا و زمین‌شناسایی هستن که تو بحث حوزه قار کار کردن و بحث خود لونه‌های خفاشی که عنوان کردن داخل قار هست ولی چنین چیزی اصلا نداره. اینم سقفیه که اونجا تشکیل شده با چند تا ستون که زیرش یه سقف صاف مسطحی که زیرش حالت مربوط شکل جاذبه شاخص قار کهک هر دو تا ویژگی منحصر فردش اینجا دیده میشه. یکی رنگ سرخ رنگ ستون ها و قندیل هایی هست که توی قار کهک دیده میشه. یکی هم بلندترین ستون آهکی قارهای ایران که در برخی از رفرنس ها اومده که دومین ستون بلند قارهای جهان هم هستش. خب زیبایی خیلی خاصی داره. این آبشارهای سنگی که هست حالا یا به شکل درختایی که روشون شکل برف هست و ارتفاع این ستون بیش از 14 متر هستش که برای تشکیل هر یک سانتش بیش از 100 سال زمان برد. هنوز هم می‌بینید چون به علت رطوبت و آبی که روی خود ستون هستش خب همین در حال ترمیم هست و حتی یه سری از نوشته‌ها رو اگه نگاه کنید ترمیم شده و زیر این قسمت‌هایی که جدید ایجاد شده رفته. انشالله که هر چه زودتر ترمیم بشه و این ننگی که بعضی افراد اینجا به جا گذاشتن پاک بشه. این قسمت انتهایی هم مجموعه آبشار قندیله. شما نگاه میکنید قندیل هایی که اصلا دسترسی بهشون نداشته تو سقف همشون سالم هستن ولی قندیل هایی که پایین هستن این هم چشمه آبی که خیلی هم طعم خاص و خوبه. یعنی طعم یعنی میشه خورد؟ قابل خوردنه. خیلی هم خوبه. خب این چشمه قار کهک خیلی زیبا و آب خنکی هم داره. بدون طعم. یه طعم خاصه اصلا خیلی سبکه. سبک بودن اشارت. مزه نمیده ولی خیلی سبکه. تمام دردم یادم. خب اینجا غار کهک در استان مرکزی در شهرستان دلیجان و داخل منطقه حفاظت شده 70 قله است. ما اومدیم آقای حاجلی راهنمای ما هستن، دهیار محترم روستای کهک. ظاهرا این بلندترین ستون آهکی در کل غارهای ایران هست به ارتفاع 14 متر و دومین ستون آهکی در کل دنیا که یک نقطه عطف این غار هست که عزیزان میتونن برای بازدید اینجا هماهنگی بکنن، البته در گروه‌های محدود روزهای خاص با تجهیزات کامل. برای هماهنگی میتونید با دهیاری روستای کهک که تحویل این دهیاری شده مدیریت این غار هماهنگ بکنید و تشریف بیارید. پیشنهاد میکنم که حتما اونایی که علاقه‌مندن به در واقع غارها حتما این غار رو هم ببینن و لذت ببرن. داشته به این شکلی الان دوباره داره خورده میشه. این چند هزار سال است و یه قطره اینجا آب اینجا میشه. صداش میاد. صداشو گرفته خیلی قشنگه. این مثلا چرا چند سال بلا داره که پیش داریم؟ آقای رنگو الله اینو ببین این نامت اینجا کجا باشه میشه خوشگی این کندو خب آقا روز خوبی بود واقعا. خسته نباشید. یکی دو ساعتی پر از انرژی و آدرنالین. سفر یک ساعت ما به غار کهک تموم شد. ممنون از آقای حاجلی راهنمای عزیز، دهیار محترم روستای کهک
و این سفر رو به پایان میرسونیم. اگه صحبت پایانی هست به دوستان بگید. ضمن خسته نباشید، به خدا قوت به شما و بقیه دوستان. سفر خیلی خوبی به اعماق زمین بگیم ها. و فکر نمی‌کنم توی این یکی دو ساعتی که پایین بودیم به بیرون فکر کرده باشیم. اصلا من فراموش کردم بیرون چه خبر. به دور از هر گونه فضای مجازی و به قول معروف مشکلات روزمرگی حالا کاری و زندگی. ولی خب به فکر دوستای مجازی بودیم، براشون داریم فیلم می‌گیریم که بله دیگه این همیشه همراهمون هست. لذت سهیم بشن اونایی که تواناییشو ندارن بیان اینجا ببینن این زیبایی‌ها رو. خب خدمتتون عرض کنم که حالا یه سری توضیحات رو برای دوستان اشاره نمودیم. قسمت انتهایی یا همون ورودی غار هستیم که ما از همون مسیری که رفتیم با یه مسیر حالا خیلی هیجانی با جناب بهری برگشتیم. دهانه غار رو گفتیم نشون میدیم. این غار داره یه دهانه 80/80 و یه دهانه 80/50 هستش که از دهانه 80/80 به یک نردبان به طول 10 متر رو باید بیایم پایین تا به این ورودی غار برسیم و مسیری رو که رفتیم ما 80 متر از اینجا رفتیم تا کف غار. یعنی تو تالار اول 80 متر ما این ارتفاعی که رفتیم کم کم رفتیم پایین، حالا بعضی جا 10 متر، 5 متر، 3 متر، 1 متر، 80 متر رفتیم پایین و خب زیبایی خاصی داخل غار بود که واقعا از اون بیرون با این دهانه کوچیک همونطور که شما اشاره کردید اصلا به فکر شخصی هم نمیشه. خب زیبایی خیلی خاصه. فقط خواسته که من از همه دوستان دارم، ما اینجا در خدمت همه دوستان هستیم برای بازدید به صورت محدود با هماهنگی قبلی فقط در روزهای تعطیل که حالا میتونه هماهنگ کنن. دوستانی که میان اینجا خب شما هم دید ما نظافت غار رو به نحو احسن انجام دادیم و تمام زباله‌های اینجا رو برداشت کردیم توسط گروهایی که اومدن بردیم بیرون و نذاشتیم. بحث بعدی که داریم حالا انشالله روز 2 مهر روز غار پاک هست که اگر بتونیم از دوستان داوطلب استفاده کنیم که اعلام آمادگی کردن اقامتگاه هم در اختیارشون قرار بدیم. با توجه اینکه ما اینجا کوره غار نداریم اقامتگاه بومگردی دهیاری هم هستش که جهت اصفهان هست و حالا چه گردشگر و چه افرادی که حالا به صورت داوطلب دیگه قرار باشه از وجودشون استفاده کنیم. و اولین کاری که انجام بدیم این نوشته هایی که توی مسیر دیدیم که روی خیلی از قندیل‌های چند صد ساله و چند میلیون ساله هستش اینا رو تمیز کنیم و حداقل به حالت اولیه نمیشه برگردیم، ولی خب با ترمیم غار ان شاءالله به حالت اولیه برگرده. بسیار عالی آقا، ممنون، لذت بردیم. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. سلامت باشید. شما هم خسته نباشید. خدا قوت میاد خدمتتون. خب بریم بالا دیگه. به دنیای جدید پر از آلودگی و سر و صدا و آرزو دنیا دیگه شد. خسته نباشید.